ثبت سلسله فیلم خانه با کارگردانی فرهاد غفورپور در یکی از روستاهای شهر کانیبادام شروع شده است. موسم اول فیلم از 10 قسم عبارت است و فیلم از آن قسم می‌کند که 3 برادر می‌خواهند میراث پدری را میان هم تقسیم کنند، نگاه نکرده به آنکه پدرشان حالا در قید حیات است، ولی بعدا معلوم می شود که برادر خردی خانه را در بانک به گرو گذاشته است. آنها را می باید اولا خانه را از گرو آزاد کنند و سپس بین هم تقسیم نمایند. کارگردان و هیئت ایجادی برای ثبت این فیلم خانه یکی از ساکنان آن دهه را انتخاب کردند. بودجه فیلم تقریبا 500,000 تومانی ارزیابی می شود. یک قسم این مبلغ از حساب گروه ایجادی و باقی مانده از حساب گرانت مبلغ گذاری شده است. موسم اول فیلم خانه در فصل زمستان برای اکران ها می براید. آن را می توان در کینوتئاتر آنلاینی بهار و شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کرد. گفته می شود آن را در تلویزیون های جمهوری نیز به نمایش خواهند گذاشت.